و داخل آن تنها یک کلید طلایی کوچک بود. همه با تعجب به کلید نگاه کردند و گفتند این چیست؟ عمو رحیم گفت این کلید ساده هرگز قفل هیچ دری را باز نمی کند. اما همیشه به من یادآوری می کند که خوشبختی قفل شدنی نیست. خوشبختی در ذهن و قلب ماست. من این کلید را با خود نگه داشتم تا هر روز این حقیقت را به خود یادآوری کنم. پس از مرگ عمو رحیم مردم روستا یاد گرفتند که خوشبختی در چیزهای کوچک زنده است. لبخند یک دوست، بوی نان تازه یا گرمای خورشید. کلید طلایی همیشه در میدان اصلی روستا به نمایش گذاشته شد تا همه به یاد داشته باشند که خوشبختی درون خودشان است. برای تماشای ادامه این داستان و سایر داستان‌ها کانال جنگل قصه